بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. با اولین قسمت برنامه گناهان کبیره خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته از خلال این برنامه می خواهیم که گناهان کبیره را بشناسیم. بدون شک همان گونه‌ای که بر مسلمانان لازم و ضروری هست اعمال نیک و شایسته را بشناسند تا آن را انجام دهند. به همین منوال این هم لازمی و ضروری است که اعمال زشت و گناهان را بشناسند تا از آنها اجتناب کنند. پس معرفت، شناختن در هر دو طرف، چه طرف نیکی ها و اعمال شایسته باشه و چه طرف زشتی ها و گناهان باشد، بر هر مسلمان لازم است تا این چیزها را بداند تا مبادا در گناه واقع نشود، با نادانستن در حالت نادانی و جهل به گناه آغشته نشود. اما اینکه اگر مسلمان گناه را شناخته و دانسته و فهمیده در او واقع می شود و مرتکب او می شود، اینجا این جرم است. این بزرگی گناه را نشان می دهد که انسان بداند که این گناه است و باز هم آن را انجام دهد. گناهان کبیره چیست؟ علما تعریفات مختلفی را برای گناهان کبیره یا گناهان بزرگ ارائه نمودند. گناهان بزرگ کدام گناه ها را گفته می شود؟ امروز هم البته با هر مسلمانی که سر بخوریم، تلاش مسلمان ها این است که بدانند کدام گناهان بزرگ هستند تا از آنها اجتناب کنند. البته این به این معنا نیست که انسان تنها از گناهان کبیره اجتناب کند و گناهان صغیره را انجام دهد، اما به خاطر که گناهان کبیره گناهش بزرگ است، عقاب و عذاب و جزایش بزرگ است، مسلمانان اهتمام میدهند تا حداقل گناهان کبیره را بشناسند و از او اجتناب کنند. در تعریف گناهان کبیره علما تعریفات متعدد را ارائه می کنند. بعضی علما می گویند که گناه کبیره هر او گناهی است که الله و پیامبر از انجام دادن او منع کرده باشد. هر کاری را که الله متعال گفته باشد این کار را نکنید، یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده باشند که این کار را انجام ندهید، این گناه کبیره است. البته بعضی علمای دیگر دقیق تر میآیند و واضح تر تعریف میکنند اینکه خداوند از چیزهای زیاد منع میکند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز از چیزهای زیاد منع میکنند. اما در بسا موارد بعضی گناهان چنین است که او به شکل نهی یا به شکل منع کردن نمی آید، او به صیغه دیگر می آید. مثلا می آید که الله متعال لعنت کند فلان کسی را که چنین کاری می کند، یا می آید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لعنت و نفرین کند کسی را که چنین کاری می کند. پس در آنجا با صیغه نهی و منع نیامده است، با دعای نفرین و لعنت بر علیه او انسان که مرتکب چنین عملی می شود آمده است. پس بعضی علما آمدند ضابطه های را وضع کردند تا بیشتر واضح شود و تمام انواع گناهان کبیره را تحت خود این تعریف داشته باشد. در این تعریف علما می فرمایند که گناهان کبیره هر او گناهی است که
یا در دنیا برای او حدی تعیین شده باشد. گناه کبیره، گناه بزرگ، هر او گناهی است که در دنیا برای او حدی تعیین شده باشد، حدودی تعیین شده باشد. مثل چی؟ مثل زنا. کسی که زنا بکنه در شریعت اسلامی، در قرآن برای او حد جاری شده است، حد تعیین شده است که حد کسی که زنا میکند فلان است. و همچنان کسی که سرقت میکنه، دزدی میکنه، برای او حد تعیین شده که باید دستش قطع شود مثلا. و همچنان کسی که شراب می نوشه، برای از او حد تعیین شده در احادیث. هر او گناهی که برای او در شریعت اسلامی حد دنیوی تعیین شده باشد که در دنیا فلان حد بالای این عمل و عامل این عمل تطبیق می شود و تنفیذ می شود. یک جزئی تعریف که گناهی است که برای او در دنیا بر صاحبش حد تعیین شده، و یا اینکه در آخرت برای او جزای تعیین شده است. این جزا میتونه که به شکل این باشد که اگر کسی فلان عمل را انجام داد در جهنم میرود، یعنی تعیین شد جزایی برای از او که این عمل انسان را به جهنم میکشاند. و یا اینکه گفته شود که کسی که فلان کار را انجام میدهد بوی جنت را به آشام خود حس نمی کند. از بوی جنت که از فاصله های چقدر دور حس می شود، از بوی جنت این انسان با این عمل محروم می شود. و یا اینکه گفته شود که نفرین و لعنت الله بر کسی که فلان کار را انجام می دهد. پس هر گناهی که برای او عقاب و عذاب اخروی در نصوص وارد شود، در قرآن و حدیث بیاید که هر کسی که فلان عمل را انجام داد برای از او در آخرت فلان جزایی است، پس این هم شامل گناهان کبیره می شود. و شیخ الاسلام ابن تیمیه اضافه می کند بر این دو جزء تعریف اول این که هر هو عملی که برایش حد تعیین شده باشد در قرآن و حدیث، مثل زنا، مثل دزدی، مثل قذف، تهمت زدن به زنان پاکدامن، مثل نوشیدن شراب که در احادیث برش حد ذکر می شود. و یا این که در آخرت در دنیا چیزی برش ذکر نشده، عذابی که به او چی عذابی داده شود در دنیا حدی نداره، اما در آخرت برای از او عذابی تعیین می شود. این عذاب برابر است که اینطور باشه که شخص در جهنم می رود، یا از جنت محروم می شود، یا از رحمت الله محروم می شود، یا نفرین الله و پیامبر بر انسان باد که چنین گناهی را می کند، یعنی عذاب در آخرت برای او تعیین شده باشه، باز هم گناه کبیره می شود. و به اضافه از شیخ الاسلام ابن تیمیه می گوید که همچنان عملی که در او نفی ایمان وارد شود، یعنی در حدیث بیاید یا در قرآن بیاید که کسی که فلان کار را کرد پس او مؤمن نیست مثلا، یا در احادیث بیاید که کسی فلان کار را انجام داد او از جمله ما نیست، از جمله ما مسلمانان نیست. مثل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید من غشنا فلیس منا، کسی که خیانت میکند و فریب میدهد از جمله ما مسلمانان نیست. پس این به این معنی است که فریب دادن مسلمان، خیانت کردن از جمله گناهان کبیر است. یا مثلا در حدیث بیاید که کسی که بر خردان ما ترحم نکند، کسی که بر بزرگان ما احترام نگذارد و از جمله ما نیست. پس به این معنی است که هر کسی که به احترامی در قبال بزرگان بکند یا بر کودکان و اطفال ظلم و اذیت بکند در حقیقت مرتکب گناه کبیره شده است. پس تعریف جامع‌تر که تمام این گناهان کبیره را در خود شامل شود و تمام گناهان کبیره تحت او تعریف شناخته شوند، گناه کبیره یا گناهان بزرگ هر او گناهی است که در شریعت اسلامی گناه کبیره، گناه بزرگ هر و گناهی است که در شریعت اسلامی برای از او حدی، حدودی دنیوی تعیین شده باشه، مثل زنا، دزدی، تهمت بر زن پاکدامن، یا اینکه عذاب اخروی برای او ذکر شده باشه که کسی اگر فلان کار را انجام داد از
بهشت محروم می شود، کسی فلان کار را انجام داد در جهنم می رود، و یا اینکه از او ایمان نفی شده باشه و از او امتی بودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نفی شود، چنین گناهان را ما گناهان کبیره می نامیم. خب سوال بعدی که خود را مطرح می کند، آیا گناهان کبیره تعدادی دارد؟ گناهان بزرگ به چه تعدادی هستند؟ چند گناه کبیره است؟ اینجا البته در یک حدیث می آید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که آیا ما شما را به 7 گناهی که انسان را هلاک می کند، 7 گناه بزرگ هلاک کننده را برایتان معرفی نکنم؟ بعضی علما گفتند که گناهان کبیره 7 دانه است که در همین حدیث 7 موبقات آمده، 7 گناه هلاک کننده. اما با تعریفی که ما قبلا کردیم گناهان زیادی هستند که در این حدیث ذکر نشدن، در آیات دیگری در احادیث دیگری مطرح شدن. پس بدون شک هدف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث حصر نیست. یعنی اینطور نیست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته باشند گناهان کبیره فقط همین 7 تاست دیگر نیست. نه خیر، چنین نیست، بلکه از میان گناهان کبیره که 7 تاش خیلی بزرگ است، خیلی خطرناک است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جای این 7 را معرفی می کند و در جاهای دیگری گناهان دیگری را معرفی می کند. قرآن کریم در جاهای متعدد برای ما گناهان زیادی را معرفی می کنند که بر علاوه این 7 هستند. پس شخصی آمد نزد عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، گفت ای حبر امت، ای صحابی جلیل، ای ابن عم رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا گناهان کبیره 7 هستند؟ نزد او شخص هم از همان حدیثی که در مورد 7 گناه بزرگ هلاک کننده شبهه وارد شده بود پیشش و او فکر میکرد که شاید گناهان کبیره همان 7 گناهی باشد که در آن حدیث آمده. از عبدالله ابن عباس پرسید که آیا گناهان کبیره 7 تا هستند؟ عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمود نه خیر، بلکه گناهان کبیره تا 700 میرسند. و در حدیثی که 7 آمده هدف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این نبوده که گفته باشند تنها همین 7 گناهان کبیره هستند و علاوه از اینها گناهان صغیره. نه خیر، چنین نیست، گناهان کبیره تا 700 میرسند. خب هدف عبدالله ابن عباس از این پاسخ این بود که شبهه‌ای که نزد آن مرد ایجاد شده و او فکر میکنه که گناهان کبیره فقط 7 هست، این شبهه را از بین ببره و ازاله بکنن. و البته تعداد از علما گناهان کبیره را تا 70 حساب میکنند، قسمی که حافظ امام ذهبی رحمه الله در کتاب کبائرشان 70 گناه بزرگ را جمع آوری میکنند و میگویند که گناهان کبیره 70 هست. البته این هم شاید حد محصور نباشه که تنها همین 70 را که حافظ امام ذهبی رحمه الله در کتاب کبائرشان ذکر میکنن فقط همین ها باشد، چون علمای دیگری از این بالاتر هم شمردن. پس هر او گناهی که همون تعریف را ما اگر بنگریم و بالای هر گناهی که تطبیق خورد ما میگیم این گناه کبیره است. هر گناهی که برای او در قرآن و حدیث حد دنیوی ذکر شده باشه، یا اینکه عذاب اخروی برای او ذکر شده باشه، و یا هم نفی ایمان، نفی امتی بودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر انجام دادن عملی اگر از انسان نفی می شود، پس او گناه کبیره است. البته وقتی که در تعداد گناهان کبیره در همان حدیث 7 گناه هلاک کننده نیست، اولین گناهی که اونجا ذکر می شود شرک است. بدون شک شرک نه تنها گناه کبیره است بلکه صاحبش را همیشه در جهنم میگذارد. اما ذکر کردن شکر و یا آوردن شرک در سر فهرست گناهان کبیره به این معناست که بعضی شرک هایی است که
او را علما شرک اصغر مثلا مینامند، صاحبش را البته از اسلام به طور کلی خارج نمیکنه. پس به همین خاطر شرک را در سر فهرست گناهان کبیره آوردن، چون ما دو نوع شرک داریم. یکی شرک اکبره که صاحبش از اسلام بیرون هست و همیشه در جهنم میماند، و دوم شرک اصغر که صاحبش مرتکب گناه بزرگ شده است و در آخرت هم عذاب دردناک منتظر او هست. اما شرک اصغر البته تحت مشیت الهی است که خواسته باشد برای کسی میبخشد. اما شرک اکبر که او کفر هم هست و صاحبش همیشه در جهنم میماند، او را الله متعال هرگز نمیبخشد. بر علاوه شرک بقیه گناهان کبیره یا کسانی که مرتکب گناه کبیره میشوند، یعنی خودشان مسلمان اند، مرتکب گناهان کبیره میشوند، برابر است که زنا باشه، سرقت باشه و غیره گناهان کبیری که انشاءالله در خلال این برنامه سعی میکنیم که آنها را بشناسیم. طبق عقیده اهل سنت و الجماعت، کسی که مرتکب یکی یا چندی از گناهان کبیره می شود بر علاوه شرک اکبر. شرک اکبر چون نص قرآن است که الله متعال می فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. یقینا بدون شک و شبهه الله متعال کسی که با او شریک کند را نمی بخشد، اما علاوه از شرک گناهان دیگری را برای کسانی که الله خواسته باشد می بخشد. پس کسانی که مرتکب گناه کبیره می شوند یا گناهان بزرگ را انجام می دهند، عقیده اهل سنت و الجماعت این است که اگر این انسان ها توبه بکنند در دنیا، توبه این گناه ها را از بین میبرد. گناهایی که در او حد باشه مثل زنا و مثل سرقت و غیره، همان حد که بالای انسان جاری می شود کفاره همان گناه می شود و بقیه گناهایی که حد ندارد اگر انسان توبه کرد بخشیده می شود. توبه نصوح کسی بکنه. اما اگر کسی توبه نکند، با همین گناه از دنیا برود، عاقبت این چی می شود؟ عقیده اهل سنت و جماعت بر این است که این چنین انسان‌هایی که مرتکب گناهان کبیره می شوند در روز قیامت البته عذاب را می بینند. اگر الله خواست در اولین مرحله می بخشه. خداوند غفور است، غفار است، رحیم است، مهربان است. خودش گفته که کسی را بخواهم مرتکب گناهان کبیره را خواستم میبخشم، اگر خواستم عذاب میکنم. پس این به مشیت الهی تعلق میگیره. الله خواست میبخشد، اگر خواست عذاب میدهد و تا اینکه عذاب و جزا و پاداش هم گناه خود را انسان میچشه و سپس به جنت برده میشود. یعنی به این معنا که طبق عقیده اهل سنت و الجماعت کسانی که گناهان کبیره را انجام میدهند برای همیشه در جهنم نمیمانند، یا برای یک مدتی میمانند که عذاب اما گناه خود را میچشند و باز بیرون میشوند، و یا اینکه به مغفرت الله متعال، به مشیت الله متعال آنها را میبخشد و سپس آنها را بیرون میکند، و یا اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای گناهکاران امتیان خویش شفاعت میکنند و همچنان حافظان قرآن شفاعت میکنند و همچنان اطفال معصومی که در کودکی وفات میکند برای پدر و مادرش شفاعت میکنند. قرآن در روز قیامت برای کسانی که قرآن را خواندند، حفظ کردند، تلاوت کردند، قرآن آمده برشان شفاعت میکنه و بقیه اعمال نیک انسان در روز قیامت بدلی گناههای او را از آنجا برآورده می سازند. پس کسی که مرتکب گناهی کبیره می شود طبق عقیده اهل سنت و جماعت برای همیشه در جهنم نمی مانند. البته
خوارج و بعضی گروه های منحرف دیگر به این باور بودند که مرتکب گناه کبیره همیشه در جهنم میمانند، اما عقیده اهل سنت و الجماعت بر این است و همین را قرآن و احادیث صحیح تایید میکند. آیات قرآنی این را تایید میکند و احادیث متعدد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این را تایید میکند که مرتکب گناهان بزرگ همیشه در جهنم نمیمانند. اما رفتن برای یک لحظه هم در جهنم واقعا تصورش هم مشکل است، تخیلش هم مشکل است. این آتش های دنیا را وقتی که ما میبینیم در مقابل آتش جهنم هیچ چیز نیستن، ما این را تحمل کرده نمیتونیم. اندک گرمی میشه و آفتاب در روزهای تابستان این را تحمل کرده نمیتونیم. تحمل جهنم برای یک ثانیه هم یعنی غیر قابل تصور هست. الله متعال من و شما و همه مسلمانان را از گناهان کبیره پاک بگرداند و حفاظت بکند. اما گناه های صغیره چیست؟ بر علاوه این تعریفی که ما ذکر کردیم، باقی چیزهایی که میمانه او گناهان صغیره است. البته گناهان صغیره به این معنی نیست که انسان او را انجام بده که خب خرد است دیگه چی نمیکنه، نه خیر. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میفرمایند که با استغفار و با توبه گناه کبیره نمیماند و با اصرار گناه صغیره نمیماند. یعنی چی؟ کسی که مرتکب گناه کبیره می شود، توبه می کند، استغفار می کند، گناهان خود را با این استغفار و توبه خود شستشو می دهد. اما انسانی که در گناه صغیره اصرار می کند، همیشه انجام می دهد گناهان صغیره را، پس با همیشگی انجام دادن دیگه این صغیره نمیماند، بلکه این به کبیره تبدیل می شود که الله متعال ما و شما را از صغائر و کبائر نجات دهد. البته از جمله مکفرات گناهان صغیره نماز هست، وضو هست، از این جمعه تا او جمعه رمضان کفاره می شود گناهان صغیره را، روزه های عاشورا، روز عرفه، 3 روز 20 روزهای 13 14 و 15 هر ماه قمری، روزه گرفتن روزهای دوشنبه و پنجشنبه، ذکر و اذکار، صدقه، اعمال نیک. البته گناهان صغیره را شستشو می‌کنند. در گناهان صغیره البته توبه ضروری نیست، همین اعمال نیک آنها را از بین میبرند. و همچنان اگر انسان از گناهان کبیره اجتناب بکند، از گناهان کبیره پرهیز بکند، گناه‌های صغیرش بخشیده می شود، همان گونه که الله متعال در آیه قرآن کریم می فرماید که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. ای مؤمنین، ای مسلمانان، اگر شما از گناهان بزرگ اجتناب بکنید، دوری اختیار بکنید، ما گناهان خرد شما را می بخشیم و در روز آخرت شما را در جای معزز و مکرم که اوجا جنت هست، بهشت هست، در بهشت داخل میکنیم. پس اجتناب کردن گناه کبیره، دوری از گناه کبیره در حقیقت به معنای بخشیده شدن گناهان صغیره است. این گناهان کبیره را انشاءالله یکی یکی در قسمت‌های بعدی این برنامه میپردازیم و روی هر کدامش علاهده صحبت خواهیم کرد تا بشناسیم و از این گناه‌ها اجتناب و دوری بکنیم. الله همه ما و شما را از این گناهان مهلک، خطرناک حفاظت بکند و توفیق بدهد که از اینها دوری بجوییم. تا قسمت بعدی برنامه گناهان کبیره، همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.